از معابد باستان تا اپلیکیشن ها، نهادهای مالی شکل دهنده دنیای امروز ما بودن. اونا فقط گاف صندوق یا تالار معاملات نیستن، بلکه موتورهایی هستند که پول رو به حرکت در میارن. شهرها رو میسازن، جنگها رو تأمین مالی میکنن و رویاها رو به پرواز در میارن. برخی از اونها ثروت رو حفظ کردند، برخی اونها رو افزایش دادن و برخی رو با سرعتی برق‌آسا جابجا کردند. برای مردم این نهادها به معنای امنیت، فرصت و دسترسی بودند. برای خود مؤسسات هر سپرده، وام یا معامله سوختی بود برای سود بیشتر. در طول تاریخ اونا تصمیم گرفتن چه کسی سرمایه بگیره، چه کسی امپراتوری بسازه و چه کسی در حاشیه بمونه. این داستان تحول همون نیروهاست و اینکه چگونه ما رو به دنیای مالی امروز رسوندن. نظام‌های اولیه بانکی هزاران سال پیش معابد و بازرگانان نخستین بانک‌ها بودند. مردم طلا، غله یا دارایی‌های ارزشمندشون رو برای نگهداری پشت دیوارهای سنگی به اونها می‌سپردند. این کار خیریه نبود. نگهبانان بخشی از اون رو وام می‌دادند و از سپرده‌های دیگران سود می‌بردند. برای مردم به معنی محافظت در برابر دزدان و محلی مرکزی برای تسویه بدهی‌ها بود. به جای پنهان کردن ثروت در خانه، حالا یک مرکز قابل اعتماد داشتند و آن مراکز با جابجایی و افزایش ارزشی که نگهبانی می‌کردند قدرتمند شدند. این نخستین بذر نظامی بود که در آن پول فقط نمی‌نشست، کار می‌کرد. بانکداری تجاری سنتی در دوران رنسانس بانک‌ها به مؤسسات باشکوهی تبدیل شدند، با دفاتر حساب، متصدیان و سالن‌های مرمرین. می‌توانستی سکه ذخیره کنی، برای تجارت وام بگیری و مبادلات بین‌المللی را تسویه کنی. بازرگانان عاشقش بودند. انتقال پول بدون حمل صندوق‌های طلا. بانک‌ها با کارمزد و بهره سود می‌بردند و نیاز تو به امنیت را به سودی پایدار برای خود تبدیل می‌کردند. برای تو همه چیز درباره اعتماد، سرعت و دسترسی بود. برای آنها درباره قرار گرفتن در مرکز هر تراکنش و وقتی واردشان می‌شدی، ترک کردنشان تقریباً غیر ممکن بود. پیدایش بازارهای سرمایه در سال 1602 آمستردام پدیده‌ای تازه را معرفی کرد. جایی برای خرید و فروش سهام یک شرکت. مردم عادی حالا می توانستند در ماجراجویی‌های عظیمی مانند شرکت هند شرقی شریک شوند. چرا؟ چون فرصتی بود برای سهیم شدن در سودهایی که تا پیش از آن فقط برای ثروتمندان بود. بورس از هر معامله سهمی می گرفت. تغذیه شده از اشتیاق رو به افزایش برای کسب ثروت. اینجا ریسک بود، پاداش بود و صحنه‌ای عمومی برای خلق ثروت. سرمایه‌گذاران تکه‌ای از تاریخ را می‌خریدند و بازار برای نخستین بار طعم مشارکت جمعی را چشید. بورس‌های مدرن در قرن 18 و 19 شهرهای مانند لندن و نیویورک بورس‌های عظیمی بنا کردند. در اینجا ثروت‌ها در چند ثانیه جابجا می‌شد و خانه همیشه سهم خود را برمی‌داشت. شرکت‌ها سرمایه جذب می‌کردند، تریدرها به دنبال سودهای سریع بودند و بورس پلی میان آنها بود. برای مردم فرصتی بود برای رشد ثروت بدون ساختن کسب و کار. برای بورس هر تیک بازار یعنی حجم بیشتر و سود بیشتر. کف تالار از هیاهوی معاملات می‌لرزید، چون همه می‌خواستند وارد بازی شوند. معاملات آتی و اختیار معامله. کشاورزان، بازرگانان و سفته‌بازان می‌خواستند قیمت‌ها را پیش از جابجایی کالاها تثبیت کنند. پس قراردادهای آتی و اختیاری به وجود آمدند. معامله‌های فردا انجام شده امروز. این ابزارها به خریداران و فروشندگان اطمینان می‌دادند و به تریدرها میدانی برای شرط بندی‌های اهرمی. بورس‌ها از تسویه این قراردادها سود می‌بردند، بی توجه به اینکه چه کسی برنده شد. هوا، برداشت محصول و رویدادهای جهانی به فرصت‌های روزانه تبدیل شدند. مردم از آن برای محافظت از خود استفاده می‌کردند یا برای قمار بزرگ. در هر دو حالت سیستم سود می‌برد. بازارهای کالا، طلا، نفت، گندم، کالاهای واقعی که اقتصادها بر آنها می‌چرخیدند. بازارهای کالا اجازه دادند آنها را بدون لمس حتی یک بشکه یا کیسه معامله کنی. تولید کنندگان قیمت را تثبیت می‌کردند،
خریداران عرضه را تضمین و تریدرها موج ارزش را سوار می شدند. بورس از هر بار جابجایی قرارداد سود می گرفت. بازاری بود خام، جهانی و حیاتی و برای بسیاری نخستین تجربه واقعی سفته بازی. فارکس. وقتی ارزها در دهه 70 شناور شدند، بازاری عظیم زاده شد. مسافران، شرکت‌ها و دولت‌ها هر روز باید پول جابجا می‌کردند. بانک‌ها و بروکرها از هر تبدیل سهمی برمی داشتند. سفته بازان بزرگترین بازار زمین را دیدند. بازاری با گردش تریلیون‌ها دلار در روز و وارد شدند. بازاری سریع، پرنوسان و غیر قابل توقف و برای کسانی که معاملات را هدایت می‌کردند، حجم یعنی طلا. انقلاب معاملات الکترونیکی. در سال 1971 نزدک راه اندازی شد بدون فریاد معامله‌گران، فقط صحنه نمایش و سفارش‌های دیجیتال. این یعنی اجرای سریعتر، اسپرد کمتر و بازارهایی که عملاً هرگز نمی‌خوابیدند. بروکرها می‌توانستند با نیروی انسانی کمتر معاملات بیشتری انجام دهند. برای تریدرها دسترسی با سرعت نور و برای سیستم کارایی که به سودهای کلان ترجمه می‌شد. ورود سرمایه گذاران خرد. در دهه 90 میلادی اینترنت پلتفرم‌های معاملاتی را به خانه‌ها آورد. دیگر نیازی به بروکر شخصی نبود. فقط یک کامپیوتر و اتصال اینترنت کافی بود. میلیون‌ها نفر از خانه‌هایشان وارد بازار شدند. پلتفرم‌ها از کمیسیون‌ها سود بردند و از تب تریدرهای مشتاق بهره‌مند شدند. مالی تبدیل به یک بازی شخصی شد و بروکرها کارت‌ها را در دست داشتند. قراردادهای ما به تفاوت به شما اجازه دادند روی حرکت قیمت شرط ببندید بدون مالکیت دارایی. با افزودن اهرم، مبالغ کوچک به بازی‌های بزرگ تبدیل شدند، چه در سود چه در ضرر. تریدرها عاشق شانس بردهای بزرگ بودند. بروکرها از اسپردها و گاهی از زیان کاربران سود می‌بردند. این ریسک در لفافه راحتی بود و مردم را مثل آهنربا جذب می‌کرد. معاملات الگوریتمی و پرسرعت. در دهه 2000 الگوریتم‌ها می‌توانستند در یک چشم برهم زدن هزاران سفارش بگذارند یا لغو کنند. شرکت‌ها از آنها برای برداشت کسی از سنت‌ها میلیون‌ها بار در روز استفاده کردند. چیزی نامرئی را برای بیشتر مردم، اما تاثیرگذار بر هر قیمتی که می‌دیدی. دارندگان فناوری از سرعت ناب سود می‌بردند و دیگران فقط می‌کوشیدند عقب نمانند. معاملات تبدیل به مسابقه‌ای شد که تنها سریع‌ترین‌ها در آن پیروز بودند. اپلیکیشن‌های معاملاتی موبایل. ناگهان می‌توانستی هر جا معامله کنی، در اتوبوس، سر ناهار یا در تخت خواب. اپ‌هایی مثل رابین هود با طراحی چشم نواز و کارمزد صفر سرمایه‌گذاری را شبیه بازی کردند. برای کاربران حس آزادی داشت. برای سازندگان اپ یعنی معاملات بیشتر، داده بیشتر و روش‌های تازه برای درآمد از کلیک‌های شما. معامله‌گری از یک حرفه به یک تفریح تبدیل شد. تولد رمز ارز. در سال 2009 بیت کوین متولد شد. بدون بانک، بدون مرز، بدون نیاز به اجازه. مردم برای آزادی و امید به سودهای انفجاری به سوی اون آمدند. ماینرها و پذیرندگان اولیه از سیستمی بهره‌مند شدند که قوانینش را خودشان می‌نوشتند. بی‌نقص نبود، اما متوقف نشدنی بود و جرقه‌ای زد برای ایده اینکه پول واقعاً می‌تواند متعلق به خودمان باشد. آلت کوین ها به زودی لایت کوین، اتریوم و هزاران رمز ارز دیگر ظهور کردند. هر کدام وعده ویژگی‌های تازه دادند: پرداخت سریعتر، قرارداد هوشمند، دارایی منحصر به فرد. توسعه دهندگان و سرمایه گذاران از نوآوری و سفته بازی با هم سود بردند. تب طلا بود اما دیجیتالی و همه می‌خواستند سهمی داشته باشند. صرافی‌های رمز ارز. برای معامله این پول جدید پلتفرم‌های مانند بایننس پای گرفتند. دسترسی 24 ساعته، جهانی و با جفت ارزهای بی‌پایان. کاربران سرعت و تنوع را یافتند. صرافی‌ها از کارمزد معاملات بی‌پایان سود بردند. این همان وال استریت بود، فقط بدون زنگ پایان. دیفای. سپس پلتفرم‌های آمدند بدون مالک مرکزی، فقط کد. معامله از کیف پول به کیف پول انجام می‌شد، بدون ثبت نام، بدون نگهبان.
کارمزدها به تأمین کنندگان نقدینگی می‌رسید، نه بانک‌ها. این مالی بود بدون اجازه و کنترل را به دستان خودت باز می‌گرداند. اما به همان اندازه نیاز داشت که قواعد بازی را بدانی یا بهایش را بپردازی. عصر تریدرها. امروز همه بازارها در نوک انگشتان تو هستند. سهام، فارکس، رمز ارز، همه در یک دستگاه. تو سرعت، ریسک و سهمت را خودت انتخاب میکنی. بروکرها، اپها و پلتفرم‌ها برای کلیک‌ها، اعتماد و معاملاتت با هم رقابت میکنند. ابزارها اینجا هستند. درها بازند و تنها پرسش باقی مونده اینه که آیا فقط نظاره‌گر تاریخ هستی یا در حال ساختن آن؟